حال کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند مانند حال کسی که دانه کاشته است که آن دانه 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و البته خداوند آن را برای کسی که بخواهد 2 برابر می کند و فراتر از این رحمت. خداوند فراگیر و او بسیار داناست و به کسی که صلاح بداند بیش از اینها پاداش می دهد. کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند در پی انفاقشان منت و آزار روا نمی دارند، پاداششان را نزد پروردگارشان خواهند داشت و نه ترس آنان را فرا می گیرد و نه اندوهگین خواهند شد. سخن پسندیده برای رد کردن سائلان و گذشت از اصرار و بدزبانیشان بهتر از صدقه است که در پی آن آزار و